سالهاست راجع به چاکرا و مدیتیشن میشنویم. اینکه میتوان با انجام مدیتیشن و شناخت چاکراها بیماری را از بین برد، انرژی منفی را دور کرد و گرفتگی بدن را رفع کرد. در کل موجب درمان میشود. اما آیا واقعیت دارد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا بهتر است بدانیم چاکرا چیست و چگونه باز میشود. چاکرا در معنای اصلی سانسکریت آن به معنای چرخ می باشد. چاکراها طبق آیین هندویسم مراکز انرژی در بدن هستند. چاکراها در حقیقت منابع انرژی بدن یا به عبارتی دیگر جریان‌های انرژی برای حیات می باشند. باید بدانید که چاکرا تنها مختص به انسان‌ها نیست و در هر موجود زنده دیگری وجود دارد. در صورتی که جزء افرادی هستید که پیرو مباحث انرژی درمانی و مباحث علمی عرفانی شرق باشید، اسم چاکرا به گوش شما خورده است. ولی سوال اصلی این است که این چاکرا چیست و به چه دردمان می‌خورد؟ همانطور که گفته شد، به زبان سانسکریت چاکرا به معنای چرخ میباشد و به مراکز انرژی بدن چاکرا میگویند. گفته می شود که انرژی حیات و پراناها در اطراف کالبد فیزیکی هر نوع موجود زنده وجود دارد که از طریق چاکرا فعال و به بدن وارد می شوند. چاکراهای بدن در مرکز نصف النهار انرژی بدن، خطوط ستون فقرات قرار دارند و مداوم از طریق مجراهای باریک به آنها نادی میگویند در سرتاسر بدن در حال چرخش بوده و جریان دارند. گفته می شود که حدود 72,000 نادی در بدن انسان وجود دارد و چاکراها دوار روی آنها قرار گرفته و جریان می‌یابند. بدن انسان انرژی‌های مثبت و منفی را شامل می‌شود، بدین گونه که انرژی‌های منفی در سمت چپ و انرژی‌های مثبت در سمت راست بدن قرار دارند. این انرژی‌ها به طور جداگانه بر روی چرخش و مسیر چاکرا تاثیرگذارند. به طور کلی چاکرا به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می‌شود. چاکرای فرعی بیش از 7,000 نوع در بدن هستند، اما چاکرای اصلی تنها 7 نوع میباشند. وقتی چاکرا به درستی در بدن حرکت کند و در مسیر صحیح جریان قرار گیرد، فرد از لحاظ جسمی سالم و از لحاظ روحی آرام و خوشحال خواهد بود و به راحتی میتواند ذهن و جسم خود را هماهنگ کند. به طور کلی دو دسته چاکرای اصلی و چاکرای فرعی وجود دارد. چاکرای فرعی اندازه‌ای به قطر 1 تا 2 اینچ دارند و از طریق سیستم عصبی و غدد درونریز بر کالبد تاثیر می‌گذارند. چاکرای اصلی به قطر 3 تا 4 اینچ میباشند و نیروگاه اصلی انرژی جسم و روح انسان در بدن او محسوب می‌گردند. 7 چاکرای اصلی بدن به انواع زیر شناخته می‌شوند. چاکرای اول یا چاکرای ریشه، این چاکرا به رنگ قرمز می باشد و در قسمت پایین ستون فقرات بدن قرار دارد. چاکرای دوم یا چاکرای خاجی، این چاکرا نارنجی رنگ است و در پشت بدن و تقریباً 5 سانتی متری زیر ناف قرار دارد. چاکرای سوم یا چاکرای خورشیدی، این چاکرا به رنگ زرد می باشد و در ناحیه 4 انگشت بالاتر از ناف قرار دارد و به آن گوهر ناف نیز میگویند. چاکرای چهارم یا چاکرای قلب به رنگ سبز می باشد و در مرکز ناحیه سینه و در امتداد قلب قرار دارد. چاکرای پنجم یا چاکرای گلو به رنگ آبی بوده و در سطح گلو قرار دارد. چاکرای ششم یا چاکرای چشم سوم به رنگ نیلی می باشد و در ناحیه پیشانی و بین دو ابرو قرار دارد. چاکرای هفتم یا چاکرای فرق سر به رنگ بنفش می باشد و در بالاترین قسمت سر قرار گرفته است. چاکراهای بدن دائما در حال دوران و چرخش هستند و انرژی های مثبت و منفی را به بدن وارد و از آن خارج می کنند. بسته به فعالیت های فکری و جسمی خود انسان مشخص می شود چه انرژی باید وارد و کدام باید خارج شود. چاکراها به خودی خود پاک و نورانی هستند. هدف چاکراهای اصلی ایجاد یک پارچگی و سلامتی کامل و احساسات مفید و شاد است. چاکراهای اصلی اعضای اصلی و حیاتی بدن انسان را کنترل می کنند و به اندامها انرژی می دهند. اگر این چاکراهای بدن به خوبی کار نکنند، اعضای حیاتی بدن انسان ضعیف و بیمار می شوند، چرا که انرژی حیاتی کافی را در اختیار ندارند. چاکراهای فرعی بسیار کوچک می باشند. اندامهای کم اهمیت بدن را کنترل می کنند
و به آنها انرژی می‌دهند. چاکراهای فرعی بدن در داخل کالبد جسمانی نفوذ کرده و در اطراف آن نیز حرکت می‌کنند. اگر مجاری این چاکراهای بدن بسته شود و یا از تعادل و توازن خارج شوند، مشکلات جسمانی و ذهنی برای انسان به وجود می‌آورد. دلایل بسیاری برای بسته شدن مجرای چاکراها وجود دارد که موارد زیر را شامل می‌شود: سرکوب کردن احساسات، شوک عصبی، ناراحتی و لطمه روحی، خودخوری، خشم و عصبانیت، غم و غصه، رنجش، حسادت. از جمله مسئولیت‌هایی که بر عهده چاکراهای بدن میباشد، میتوان به موارد زیر اشاره کرد: فعالیت غدد درونریز، انرژی‌های حالی تندرستی بدن، انرژی‌های حالی بیرونی بدن، تمرکز، آسایش روان، استعدادهای درونی، گوارش، جذب انرژی‌های مفید، دفع انرژی‌های مضر، توزیع متعادل انرژی‌های حیاتی در بدن، پرانا. منظور از پاکسازی چاکراهای بدن مجموعه روش و تکنیک‌هایی است که برای خروج انرژی منفی و آلوده، از بین بردن انسداد و بلوکه‌های انرژی و در نهایت باز شدن چاکرا و ایجاد جریان انرژی تازه به داخل بدن میباشد. باز کردن چاکرا از مراحل زیر مجموعه پاکسازی میباشد، اما لزوما در طی روند پاکسازی چاکرا صورت نمیگیرد. بدین منظور که ممکن است چاکرای فردی باز باشد ولی بلوکه‌های انرژی و قفل‌های انرژی رفع نشده باشند. در این صورت خطر جذب هر گونه انرژی مضر و آلوده برای فرد وجود دارد. در این حالت فرد نمی‌تواند برای دریافت انرژی تمایزی بین انرژی مفید و مضر قائل شود و تماما نوع انرژی دریافتی به شرایط و محیطی که داخل آن قرار گرفته است بستگی دارد. یعنی اگر در محیطی عرفانی، معنوی و شاد قرار بگیرد، انرژی مثبت وارد می شود. اما اگر در محیطی آلوده و سرشار از خشم، حسادت و نفرت قرار بگیرد، انرژی های همان محیط را به طور کامل جذب می کند. یکی از روش‌های درمانی موقت برای همچنین شرایطی، تمارین ایجاد حاله دفاعی و محافظتی در اطراف خود فرد است تا اجازه ندهد کوچکترین انرژی منفی به راحتی به حاله انرژی اصلی او وارد شود. فرد می تواند از مراقبه های مخصوص و مدیتیشن های حفاظتی ویژه استفاده کند و با تمرکز و پشتکار به ایجاد این لایه محافظتی تلاش کند. تلاش برای باز کردن و پاکسازی چاکرا اگر به خطا باشد، ممکن است منجر به آسیب‌های ذهنی و روانی شدید شود. همانطور که می‌دانید جهان در کنار زیبایی و آرامش مملو از انرژی‌های تاریک، خشن و غمگین است. هر گونه اشتباه در مراقبه به روش‌های متعدد باز کردن چاکرا به جذب این انرژی‌ها می‌انجامد. تصور کنید که وارد هر محیطی که می‌شوید، تمام بدی‌ها و زشتی‌های محیط را مانند یک اسفنج جذب کنید. پس در مراحل ابتدایی بی‌ضرر فعالیت کنید و ذهن و جسم خود را با مدیتیشن‌های اولیه مانند یوگا و رعایت صبر و شیوه صحیح تفکر، کنترل احساسات، تغذیه و فعالیت‌های ورزشی سالم پاک نگه دارید. سوال اینجاست: آیا چاکراها بر سلامتی ما تاثیرگذار هستند؟ بله. شناخت چاکراها و انجام مدیتیشن به طور مداوم باعث درمان بیماری، خارج شدن انرژی منفی، درمان گرفتگی بدن، جذب انرژی مثبت و جذب بسیاری از نکات مثبت دیگر می شود. پس به انجام مدیتیشن و شناخت چاکراها اهمیت دهیم.